درود عرض میکنم خدمت دوستان و همراهان گرامی، خصوصا عزیزان من در خانواده ارزشمند و دوست داشتنی CGS. برای اون دسته از عزیزانی که با گروه ما آشنایی ندارن مختصر عرض کنم که جماعت کلیسای CGS یک گروه از نوکیشان و ایمانداران پروتستان بدون وابستگی فرقه‌ای هست که هسته اولیه اون در اپریل 2021 با تعداد محدودی از اعضا شکل گرفت و به صورت آنلاین کارش را شروع کرد. مانند خیلی از جماعات مشابه، مطالعه کتاب مقدس یا همون بایبل استادی و نیایش و پرستش محور اصلی کارمون بوده و هست. بعدتر به لطف خدا و با همراهی بی‌نظیر دوستانم در طی 2.5 سال تعداد اعضا به حدی افزایش پیدا کرد که علاوه بر جلسات آنلاین نیاز به حضور در کنار هم نیز احساس شد و از این رو تلاش کردم که بتونم چنین فضایی رو ایجاد کنم و خوشبختانه در 25 اکتبر 2023 تونستیم برای اولین بار در سالن کلیسایی در ریچموند هیل دور هم جمع بشیم و از اون روز تا به اکنون جلساتمون به صورت منظم هر هفته برگزار شده و خدا رو شکر میکنم که به ما لطف داشته و جمع صمیمی و دوست داشتنیمون به شکل چشمگیری رشد کرده. البته باید عرض کنم که در کنار عبادت و آموزش کتاب مقدس همیشه سعی شده تا محیطی خانوادگی، امن و محبت آمیز برای تمام اعضا ایجاد بشه و این گردهمایی ها تبدیل بشه به فضایی برای اینکه هر فرد فارغ از میزان وابستگی و مشارکت احساس تعلق و ارزشمندی داشته باشه. همچنین یکی از اتفاقای خوبی که به نظرم با مساعدت و همکاری دوستان از خارج از مجموعه رقم خورده، تبدیل این گروه به یک مرکز اجتماع فراتر از صرفاً یک جماعت کلیسایی پرستش کننده بوده، یک کامیونیتی سنتر ارزشمند برای فارسی زبانان تورنتو و خصوصاً برای تازه واردین. در واقع فعالیت‌های جانبی ارزشمندی مثل سمینارهای کاریابی، سمینارهای مالی، کلاس‌های آموزشی در زمینه‌های مهارت‌های مورد نیاز، راهنمایی تخصصی حقوقی برای آشنایی عزیزان با بازار کار کانادایی، سیستم بانکی و مالی مرسوم و از همه مهمتر حق و حقوق قانونی افراد در جامعه کانادایی در لابلای برنامه‌های مذهبی این گروه و به صورت رایگان به لطف متخصصینی خیرخواه انجام شده و بنده امروز مفتخرم که اعلام کنم گروه CGS نه تنها یک گروه ایماندار و به زعم من بسیار منضبط محسوب میشه، بلکه مرکزی هست برای محبت، یاری رسانی و رشد اجتماعی در جامعه فارسی زبان مسیحی، تجلی همون محبتی که در حکم اعظم خداوند آموخته ایم. در مورد نام گروه هم خدمتتون عرض کنم که CGS مخفف شعار ماست، یعنی Credence, Grace, Salvation، یعنی ایمان، فیض و رستگاری، که به صورت زنجیروار این 3 کلمه به هم وصل میشه و این عبارت تأکید بر این حقیقت و اعتقاد داره که ما با ایمان حقیقی به یگانه پسر محبوب خداوند عیسی مسیح نزد پدر آسمانی اعتبار پیدا می‌کنیم و در پرتو فیض او که وعده داده شده و بر ما جاری خواهد شد به نجات و رستگاری خواهیم رسید. هیچ کس پدر را نشناخت مگر از راه پسر و فیض او برای ما کافی است. این ایمان قلبی واقعی با فیض و مرحمت و لطف خداوند کامل میشه، فیضی که بخشش، محبت و قدرت تغییر رو در ما ایجاد میکنه و در نهایت نتیجه این ایمان و فیض رستگاری است، نجاتی که نه از اعمال ما بلکه از محبت خدا و کار کامل مسیح بر صلیب حاصل میشه. و در پایان این نکته رو هم با محبت عرض میکنم خدمتتون که بنده به عنوان خدمتگزار این جماعت در بخش مدیریت همواره کوشیدم تا به لطف یزدان بتونم همون روح وحدت و همدلی که در کلیساهای نخستین قرن اول میلادی در میان ایمانداران وجود داشته رو در بین جماعت خودمون و سایر جماعات کلیسایی
زنده نگه دارم و لذا در تمام این مدت تلاش کردم ارتباطی صمیمانه و برادرانه با سایر جماعت‌های کلیسایی فارغ از هر فرقه، زبان یا سلیقه شخصی برقرار کنم. از اونجا که همه ما ایمان داریم و معتقدیم که بدن مسیح هرچند از شاخه ها و فرهنگ های گوناگون تشکیل شده باشه اما یک پیکر واحد هست و به همین دلیل همیشه تلاش کردیم که فضایی باز و مهربان فراهم بشه تا موعظه کنندگان و خادمانی از سایر کلیساهای ایرانی، کانادایی، جامائیکایی و به امید خدا در آینده از سایر ملت‌ها بتونن در جمع ما حضور پیدا کنند، موعظه و پیام بیارن و گروه ما رو از کلاب ناب حقیقی برکت بدن و همچنین ما هم بتونیم در جمع اونها حاضر بشیم و برکت بگیریم. امید که در نهایت همگی ما فارغ از نامها و مرزها به عنوان برادران و خواهران در ایمان و اعضای یک خانواده الهی بزرگتر در محبت مسیح با یکدیگر متحد بشیم. ممنونم که حوصله کردین، وقت گذاشتین و با خانواده CGS آشنا شدین. در پایین نشانی وبسایت کلیسایی برای آشنایی بیشتر شما عزیزان درج خواهد شد. چنانچه علاقه‌مند بودین به جمع ما ملحق بشین، با شوق و محبت منتظر دیدارتون خواهیم بود. به امید ادامه این مسیر با فیض خداوند و همراهی صمیمانه شما عزیزان.